به نام خدا برنامه اکسیس و جلسه قبلی. خب جلسه قبلی ما این فرما رو ساخته بودیم. از جمله از این فرما آپشن یک فرم است به نام آپشن بتن ساخته بودیم و بعدا یک فرم دیگه به نام دیتا انتری فرم ساخته بودیم که در این فرم از تمام بتن ها استفاده شده بود، یعنی تمام اکشن ویزارد بتن ها رو ما در این فرم کار کرده بودیم و دوباره همین در تب کریت و بالای فرم دیزاین کلیک میکنم. خب از جمله کنترل هایی که در فرم هستن ما اکثریتش خواندیم، اکثریت از اینا رو خواندیم. مثلا جلسه قبلی ما آمدیم از آپشن گروپ استفاده کردیم و همچنین داخل آپشن گروپ باز آمدیم از آپشن بتن هم استفاده کرده بودیم. اینا کلا کار شده. دیگه از توگل بتن هم استفاده کردیم. حالا تکست باکس هم تانوز ما خواندیم. اما اینا اگر خواسته باشیم که تکست باکس ها لینک بکنیم، تکست باکس که ما رسم میکنیم بای دیفولت دیتا را در هیچ قسمت از دیتابیس ذخیره نمیکنه، اما بعد از اینکه ما لینک ایجاد بکنیم و زمان باز دیتا داخل دیتابیس ذخیره میشه. و برای این کار پس من میم اندازه فرم کوچیک میسازم، مثلا به این اندازه باشه و بعد اینجا میم راست کلیک میکنم، در بک‌گراند فرم یک رنگ انتخاب میکنم، قسم یک رنگ داشته باشه و بعدش اینجا میم یک تکست باکس رسم میکنم. ببین کنترل تکست باکس انتخاب میکنم و بعدش آمدم به این اندازه یک تکست باکس رسم میکنم. خب اینجا یک تکست باکس با لیبل وجود داره و باز میم تکست باکس هم اینجا میگذارم و لیبل تکست باکس میتونیم چنج بکنیم. ولی قبل از اینکه لیبلش چنج بکنیم بهتر است ما لینک بکنیم که آلای تکست باکس دیتای خود از کجا بگیره، یعنی با کدام دیتای لینک باشه، با کدام فیلد. باز بعد از میشه که از این ما چی بکنیم استفاده بکنیم. و ما از این تکست باکس کپی میگیرم، تکست باکس لیبل سلکت میکنم و بعدش کنترل سی کپی، کنترل وی پیست میکنم، بازم میم کنترل با وی پیست میکنم. ببین خب اینا ببین اگر ما فرم ویو بکنم و هر چی داخل تکست باکس بنویسیم این جای ذخیره نمیشه، چون تکست باکس ها رو ما رسم کردیم و تکست باکس ها با هیچ کدام از فیلدهای تیبل لینک نیسته و هیچ چیزی با وجود نمیاد، چیز ایجاد نمیشه یا دیتا ذخیره نمیشه. اینجا تکست نوشته کردم، اینجا عدد می‌نویسم و بعد دوباره تکست می‌نویسم. حتی فرم هم که ذخیره بکنیم دیلیت میشه. ببین کنترل اس از کیبورد پرس میکنم و بعد نام فرم میگم چی باشه، نام فرم نوشته میکنم که مثلا فرم یک باشه، نام خودش که داره، یا فرم باشه فقط و بعدش میگم اوکی پرس میکنم. ببین اینا دیتا ها رو ما میبینیم، اما فرم که بسته بکنم دوباره اگر فرم باز بکنیم پاک شده. ببین تکست باکس ها چیزی داخلش نیست، چون تکست باکس هایی که ما رسم کردیم اینا لینک نیستن. ببین از اون خاطر داخلش نوشته است unbound، یعنی دیتای خود از هیچ جایی نمیگیره و هیچ جایی باز دیتا از ذخیره نمیشه، هیچ جای دیتا از ذخیره نمیشه. مثلا من این تکست باکس انتخاب میکنم، میخوام دیتاش در یک قسمت باید ذخیره شه، برای از کار تکست باکس انتخاب کردم و بعد من پروپرتی شیت باز میکنم. پروپرتی شیت یعنی حال باید بیایم یک تیبل را فیلداش انتخاب بکنیم، لینک بکنیم با این تکست باکس ها. اول پروپرتی شیت که باز کردیم تنظیمات فرم را باز میم از سکشن فرم انتخاب میکنم، از سکشن فرم انتخاب کردیم باز میم بخش دیتا، ببین در تیبل دیتا میاییم. یعنی حال در ریکارد سورس یک از تیبل ها و کیوری ها رو انتخاب میکنیم. ببین لیست تمام تیبل و کیوری که ما در دیتابیس داریم تمامش در قسمت آمده. حالا هر کدامش خواسته باشیم میتونیم انتخاب بکنیم. خب من میگم که این همین فیلدا لینک باشه، تکست باکس ها و تیبل چی استودنتس باشه. پس من تیبل استودنت در ریکارد سورس انتخاب کردیم. یعنی چی؟ یعنی که نمی فرم دیتای خود را از تیبل استودنت بگیره و بعد از اون تکست باکس هم با هر کدام از فیلد تیبل استودنت باید لینک باشه. یعنی لینک باز خود ما ایجاد میکنیم. پس من این تکست باکس انتخاب میکنم، حالا این تکست باکس با کدام لینک باشه، با کدام آبجکت لینک باشه، چی با کدام فیلد لینک باشه. پس من این تکست باکس انتخاب میکنم و بعد از جا لینکش تعیین میکنم. ببین در تیبل در بخش دیتای تکست باکس
اینجا یک بخش است به نام کنترل سورس. ببین فیلدای تیبل چی اومد؟ استودنت اومده. ببین در این قسمت فیلدای تیبل استودنت اومده. حالا هر کدومش خواسته باشم انتخاب میکنم. پس من میگم این تکست باکس لینک باشه با آیدی. ببین اینا داخل تکست باکس هم آیدی نوشته شده. یعنی حالا آیدی مو تیبل نشان میده و هر آیدی که بنویسیم داخل مو تیبل با ذخیره میشه. پس من این تکست باکس انتخاب میکنم و بعدا لینک میکنم با چی؟ با استودنت نیم. و بعدا باز من تکست باکس انتخاب میکنم. این میخوایم لینک باشه با چی؟ با خب استودنت نیم بودی با کورس لینک باشه. و بعد تکست باکس چهارم انتخاب میکنم و بعد لینک میکنم با فی. یعنی باز من لیبلاش هم تغییر میدم. پس دبل کلیک میکنم اینجا نوشته میکنم آیدی باشه و بعد لیبل از زیر نام تکست باکس نوشته میکنم چی باشه؟ استودنت نیم باشه. استودنت نیم باشه و بعد روی از لیبل دبل کلیک میکنم نوشته میکنم کورس باشه و بعد روی از لیبل دبل کلیک میکنم نوشته میکنم فی باشه. یعنی اگر فرم ویو بکنم پیشتر تکست باکس ها خالی بود ولی فعلا خالی نیست. ببین این تکست باکس اول آیدی نشان میده، تکست باکس بعدی نام نشان میده و بعد تکست باکس بعدی کورس نشان میده و این تکست باکس هم لینک شده با فی، این باز فیس نشان میده. یعنی حالا که نکست بزنیم باز دیگر ریکاردار هم نشان میده. ببین آیدی 101 آیدی 102 آیدی 103. ببین چون ریکارد چی است تمام ریکاردهای مو تیبل نشان میده. پس هر زمان خواسته باش یک تکست باکس که روی یک فرم جدید ایجاد میکنی رو بخوای لینک بکنه می کار انجام میده. اول میده تنظیمات فرم پروپرتی که باز کردی از اینجا فرم سلکت میکنی در ریکارد سورس فرم رو مو تیبل یا کیوری انتخاب میکنی که قرار فیلداش با تکست باکس های می فرم لینک باشه. این که انتخاب کردی باز بعد دانه به دانه تکست باکس ها رو انتخاب میکنی و لینک میکنی با مو فیلدای تیبل. یعنی هر چی ما بنویسیم در مو تیبل ذخیره میشه. ببین من یک ریکاردم درج میکنم پس من آخرین آیدی چند است؟ ببین اینجا نویگیشن وجود داره. لاست ریکارد کلیک میکنم آخرین آیدی 110. پس من این بالای نیو ریکارد کلیک میکنم. ببین تکست باکس ها خالی میشه 111 نوشته میکنم و بعد 111 یک نام نوشته میکنم نام مصطفی باشه و بعد تیب از کیبورد پرس کو تکست باکس بعدی انتخاب میشه یا کورس برش نوشته میکنیم و بعد باز من فیس نوشته میکنم. ببین کنترل اس سیو کردم. این حالا اگر ببین تیبل استودنت باز بکنیم ببین در بین تیبل ها استودنتس باز میکنیم. ببین آیدی 111 در این قسمت اومد چون ما تکست باکس ها رو لینک کردیم با فیلدهای می تیبل. هر چی انتری بکنیم در می تیبل ذخیره میشه و هر چی دیلیت بکنیم هم از می تیبل باز دیلیت هم میشه و میتونی کنترل دبلیو بازی رو با کلوز هم بکنیم. و این شکل میتونیم تکست باکس ها رو ما لینک بکنیم با این. خب این فرم ما سیو کردیم برام فرم کنترل دبلیو ما کلیک میکنم بستم میشه. خب دیگه باز فرم ویزارد وجود داره. ببین بعد از اینکه ما فرم دیزاین میکنیم فرم آماده هم وجود داره. بعضی اوقات میشه که از این ما استفاده بکنیم. فرم ویزارد شکل تیبل داره یعنی به شکل ستونی ایجاد میشه. مثل از این فرم نیست مثلا مثل فرمی که ما پیشتر ساختیم فرم مثلا این نیست که در یک ویو یا در یک اسکرین فقط یک ریکارد نشان بده. حالا ببین باید نکست بکنم در غیر صورت ببین ریکاردهای بعدی را تا نکست کلیک نکنیم نشان نمیده. یا مثلا اگر فرم سین ار باز بکنم هم با قسمه درست شکلش کم فرق میکنه دیزاینش اما بازم یک ریکارد نشان میده. ریکارد اولی ریکارد دومی دیگر ریکاردار نشان نمیده فقط یک ریکارد نشان میده. ولی ما میخوایم که هر فرم قسمی ساخته شده که چندین ریکارد نشان بده مثل تیبل باشه مثل از این کیوری یا تیبل که باز میکنیم این قسمی باشه ستونی و سطری باید باشه. اون قسم یک فرم از طریق فرم ویزارد خیلی آسان ساخته میشه و برای این کار پس من بالای فرم ویزارد کلیک میکنم و بعدا ببین در این قسمت لیستی از تیبل ها و کیوری هایی که ما بخوایم فرم بسازیم نشان میده و بس کدام تیبل فرم ساخته شده و ما میگم فرم از تیبلی ببین مقابل تیبل نوشته است و هم مقابل کیوری نوشته. پس من میگم تیبل چی انتخاب میکنیم؟ استودنتس. از تیبل استودنت میخوایم فرم ساخته شه و بعد کدام فیلدها شامل باشه میگم آیدی باشه نیم باشه. اگه تو تمام فیلدها خواسته باشی بالای سند آل کلیک کنی تمام فیلدها در فرم هم اضافه میکنه تمام ستونا در فرم هم میاد. ولی من دوباره سند بک کلیک میکنم دوباره اینا پس روان میشه. اینا یک تا انتخاب میکنم آیدی باشه نیم باشه کورس باشه فی باشه دیگه راش کار نداره. یا تایم اینستراکتور هم میگیرم دیگه فی پیج کار نیست.
پس میایم نیکست کلیک میکنیم. اینا شکلش تعیین میکنیم. ببین کالمنر باشه، تیبولر باشه، دیتا شیت باشه، جاستیفاید باشه و کدام شکل باشه انتخاب میکنیم. و من شکلش میگم تیبولر باشه و بعد نیکست کلیک میکنم. اینا در این قسمت میگه فرم که ساختمش نامش چی باشه؟ نامش من نوشته میکنم که all students باشه نامش. all students تایتلش. و زمین که می فرم ساخته میشه آیا باز شه و شما دیتا هایش ببینید، دیتا انتری بکنید یا نه که در دیزاین باز شه، modified the form design. اول در دیزاین ویو باز شه بگن تغییرات میارین باز بعد از خودتون سیو میکنید. ما میگیم نه باز شه دیگه. پس open the form to view or enter information. پس این انتخاب میکنم و بعدش من بالای فینیش کلیک میکنم. ببین فرم به این شکل ساخته شده. ببین شکلی جدول داره. ببین هم ستونیه هم سطری. و در یک اسکرین ببین تقریبا چندین ریکارد بر از ما نشان میده. ولی مشکلی که داره کالم تایم است. ببین ارزی کالم تایم کوچیک است. ایرور د اکسل هم میامد نی. ارزی کالم اکسل هم که خرد شوه یعنی می قسم علامت نمبر میاد. یعنی باید بیایم ارزی کالم تایم ما بزرگتر بسازیم. و برای این کار پس میایم در ویو دیزاین انتخاب میکنم. در دیزاین ویو که آمدیم مثلا ببین ارزی کالم فی چقدر کلان است نی. یعنی لیبل است یعنی خود تکست باکس. هر دوش باید انتخاب بکنیم. پس من هر دوش انتخاب میکنم و بعد من سایز چه کوچیک میسازم. فیر کوچیک ساختم. دیگه کورس هم میبینیم خیلی کلان است. کورس ها چند حرفی دیگه فقط. پس من مرزی لیبل و کالم کورس هم کوچیک میسازم. باز بعد من استودنت نیم انتخاب میکنم و اندازه فیلد نیم هم کوچیک میسازم. باز من اینا رو نزدیک هم میسازم. ببین این اینجا قرار میدم و بعدم باز من فیر در این قسمت اینجا قرار میدم. و بعد از باز میم کالمی تایم سلکت میکنم موقعیتش اینجا باشه و بعدش باز میم مرزی فیلدش هم بیشتر میسازیم مرزی کالم و همین اساس میم استراکتور هم باز میم تنظیم میکنم و بعد موقعیتش سایزش هم به این اندازه میکنم. حالا ارزی فرم هم بزرگ است نه ارزی فرم هم کوچیک میسازم. حتی خواست میتونم تایتل هم چنج بکنه all students نباشه all students فرم باشه مثلا و بعد لیبل از زیر انتخاب میکنم ارز لیبل باز بیشتر میسازیم. الان ببینید اگه بالای ویو کلیک بکنیم فرم ما درست ساخته شد. حالا هم تایم درست نشان میدم فیر نشان میدم و با میشه. اینجا باز میتونید دیتا انتری بکنیم. آخرین آیدی 111 ما 112 هم ثبت میکنیم 112 و بعدم بیا برای 112 یک نام نوشته میکنیم و بعدش یک کورس نوشته میکنیم و بعدم باز بیا فیس نوشته میکنیم برش. دیگه تایمش مشخص میکنیم میگیم 7 ام باشه و بعد اینستراکتور نیم هم نوشته میکنم جاوید باشه. اینا کنترل اس سیو میشه. حالا ببین اگه تیبل استودنتس رو باز بکنم اون 112 در قسمت هم اومد. چون ما فرم ازی ساختیم هر تغییراتی که میاریم در تیبل هم آورده میشه. پس فرم ویزارد هم وجود داره میتونیم بعضی فرما رو از فرم ویزارد هم ما بسازیم. خب بعد از فرم ابجکت بعدی که کار میکنیم ریپورت است. ریپورت یک از ابجکت های مهمی است که بعد از فرم ساخته میشه. و ریپورت ابجکتی است که دیتا را میتونیم از طریقش پرینت بکنیم. یعنی ریپورت ابجکتی است که برای پرینت کردن دیتا پرینتینگ دیتا برای پرینت کردن دیتا و دیگه برای آوتپوت یا اکسپورت کردن دیتا اکسپورتینگ یعنی برای از این موارد استفاده میشه. بخوایم دیتا رو پرینت بکنیم و بعدم بخوایم دیتا رو از دیتابیس اکسپورت بکنیم در فرمت پی دی اف در فرمت اکسل در فرمت های دیگه ای بخوایم ایمیل بکنیم یک دیتای دیتابیس میم از ریپورت استفاده میکنیم. خب برای ساختن ریپورت اولش خیلی ساده است. هر ابجکت که انتخاب باشه از اما ابجکت فورا یک ریپورت میسازه. مثلا ببین تیبل استودنت انتخابه سلکت کردم و بعدش من بالای ریپورت کلیک میکنم. ببین سریع یک ریپورت از تیبل استودنت ساخته میشه و بعدم ببین سایز صفحه رو نشان میده میگه که اگر شما ریپورت پرینت بزنین تا کالم فیس را در یک صفحه چاپ میشه ادامهش تا صفحه بعدی چاپ میشه. این خط اومده یک قسمت مثل در اکسل صفحات نشان میدادم به میکسم یا خط اضافه میکنه. خب یک ریپورت ساده ساخته شد. ببین ریکاردار هم نشان میده نمبر صفحات داره دیگه داخلش هم خب آیدی بعدی در صفحه دوم است. ببین یعنی به این شکل یک ریپورت ساخته شد. خب بیرم میشه سیو هم شده یا باز سیو بکنیم ما آرام استودنتس باشه
و بعدش اوکی کنترل دبلیو بسته. اما اگر بخوایم ریپورتی منظمتر ایجاد بکنیم مثل فرم ویزارد باشه، پس اینجا ریپورت ویزارد هم وجود داره. این نسبت به ریپورت منظمتر ایجاد میشه. انتخاب میکنیم که کدام فیلدها شامل باشه، تمام فیلدها شامل نمیکنه. پس من بالای ریپورت ویزارد کلیک میکنم. این بار میخوایم تا حدی خودمون انتخاب بکنیم ریپورت به کدام شکل ساخته شه. پس من بالای ریپورت ویزارد وقت کلیک کردیم، حالا از کدام تیبل از کدام کیوری میخوای ریپورت بسازیم. ببین دیگه قسمت تمام میشه نشان میده. خب ما میم از تیبل استودنتس میخوایم ریپورت بسازیم. خب مثل پیشتر که فرم ویزارد ساختیم، ریپورت ویزارد هم به مو شکل است. کدام فیلدها شامل باشه؟ ما میگیم آیدی باشه، نیم باشه، کورس باشه، فی باشه. دیگه روش ما کار نداره. و بعد نیکست کلیک میکنیم. Do you want to add any grouping levels؟ آیا گروپ بندی هم صورت بگیره؟ اینا گروپ بندی رو ببین کورس انتخاب کرده ایم. چون کورس کالم است، دیتاش مشترک است، نه؟ تکرار داره، فرکانسی داره. پس بر اساس کورس میگه گروپ میکنه. دیویتر در یک طرف میاره، واسه در یک طرف گروپ بندی میکنه. و ما میگیم درسته بر اساس کورس گروپ بندی میشه. اگه تو نخواستی بالای سند بک کلیک میکنی، باز گروپ بندی نمیشه بر اساس کورس. ولی ما دوباره فیلد کورس انتخاب میکنم، میخوام گروپ بندی بر اساس کالم کورس انجام شه. بر سلکت میکنم. دوباره باز ببین بالای نیکست کلیک میکنم. دیگه سورتینگ هم صورت بگیره یا نه. مثلا ما میگیم بله آیدی رو باید سورت بکنه، اسندینگ یا دیسندینگ. اسندینگ از کوچیک به بزرگ، دیسندینگ بزرگ به کوچیک. پس ما میگیم بله اسندینگ سورت هم شه. باز بعدش بالای نیکست کلیک میکنم. الان شکلش تعیین میکنه، استپیت باشه، بلاک باشه، اوتلاین باشه و کدام شکل باشه. ببین اگه استپیت باشه این یک شکل میگیره. اگر بلاک باشه خب تا حد منظم تره، درسته؟ پس من بلاک انتخاب میکنم. ورقش باز چه قسم باشه؟ ببین پورتری عمودی باشه، لندسکیپ افقی باشه. من میگم نه ورقش باید پورتری عمودی باشه. و بعدم بالا نیکست کلیک میکنم. باز در این قسمت نامش چی باشه؟ نوشته میکنیم استودنتس ریپورت باشه. پس استودنتس ریپورت نوشته میکنم. یک نام برش میگذارم. و بعدش بالاخره بالای فینیش کلیک میکنم. ببین به این شکل ریپورت ساخته میشه. و بازم ببین ریپورت ساخته شد و بعدم ببین گروپ بندی کرده. ببین سن ای یک نفر، دو نفر سن ای بوده، هر دوش در اول آورده. و بعد دی آی تی رو باز ببین در این طرف آورده، اینا دی آی تی است. و بعد آیسرل باز در پایین آورده. یعنی به این شکل گروپ بندی رو چی کرده؟ انجام داده. گروپ بندی کرده و به این شکل آورده. خب فعلا پریویو است. وقتی بخوام چاپ بکنیم از همین دیزاین نما از همین آپشن استفاده میکنم. ولی من کلوز پریویو کلیک میکنم، باز بسته میشه میرم در دیزاین. ولی سیو میکنم، کنترل دبلیو بسته میکنم، باز دوباره بسته میشه. خب اینال چطوری ما خودی ما ریپورت بسازیم؟ دیزاینش به دلخواه خودی ما باشه. دیگه ارز فیلدها به دلخواه خودی ما باشه. ولی ساختن ریپورت که از اول خودی ما دیزاین بکنیم، میم از ریپورت دیزاین استفاده میکنیم. ببین ریپورت دیزاینی که باز بکنیم، ببین هر ریپورت چندین بخش از خود داره. یکی پیج هیدر است در ریپورت. دیزاینش مثل فرم است. ببین مثل فرم دیزاین است، اما فقط بخشایش فرق میکنه. فرم که بود دیتیل داشت، دیگه فرم هیدر و فرم فوتر وجود داره، ولی مهم نیست در فرم، چون فرم ها اکثرا یک صفحه، دیگه کس فرم طولانی ایجاد نمیکنه. ولی ریپورت ممکن چندین صفحه شه. مثلا در می دیتابیس اگر 100 نفر دیتاش انتری شده باشه، ممکن چندین ورقی ریفر شه برای ریپورت که ما میسازیم. از اون خاطر اینا مهم است که در پیج هیدر ما یک نام بگذاریم، در کل صفحات تکرار شود. در فوتر هم یک تکست نوشته بکنیم و هم تکرار شود. اینا مهمه. پس اینجا ببین بخش پیج هیدر رو دیتیل قرار داره. خب ما پس یک دو بخش دیگه هم است. ببین ما یک بار دیتیل کوچیک بکنم، پس من دیتیل از اینجا کوچیک میسازم، باز میکشم بالا، دیتیل کوچیک‌تر باشه. خب دیتیل آمدم به این اندازه کوچیک ساختیم. اینا رو باز ببین بخشای دیگه هم فعال میکنیم. پیج هیدر است و دیتیل است، نه؟ باز پیج فوتر اینجا قرار داره. ما پس من اینجا راست کلیک بکنم. ببین فعلا پیج هیدر پیج فوتر فعال است. باز یک ریپورت هیدر رو ریپورت فوتر هم باز کلیک بکنیم فعال میشه. خب فرق از ما چی؟ ببین دو تا هیدر شد، نه؟ یک ریپورت هیدر است، یک پیج هیدر. ریپورت هیدر فقط یک بار تکرار یک بار چی میشه؟ تکرار میشه. مثلا در صفحه اول میآید، در دیگه صفحات نمیآید. باز اینال پیج هیدر که در شروع کل صفحات تکرار میشه.
مثلا 10 صفحه اگه باشه ریپورت هیدر فقط در صفحه اول میآید دیگه در صفحه تکرار نمیشه. هر چی که در ریپورت هیدر اینجا بنویسی یا درج بکنی. اما باز پیج هیدر رو قسم نیست. این مثل مو هیدر فوتر ورد است یا پاورپوینت است که هر چی بنویسیم تکرار میشه تمام صفحات باز میآید. دیتیل هم خوب هستن و بعدم پیج فوتر هم مقسم تا آخر کل صفحات تکرار میشه. اما ریپورت فوتر باز فقط یک بار در آخرین صفحه میاد. مثلا اگه 20 صفحه داشته باشیم هر چی در ریپورت فوتر نوشته بکنید در صفحه 20 میاد دیگه نه فقط در آخرین صفحه میاد. مثلا خوب دقت کنید ریپورت چه قسم دیزاین میشه. پس من دیتیل فعلا بزرگتر میگیرم. اول خوب باید تکست باکس ها رو ما اضافه بکنیم. فیلدهای تیبلی که ما ازش ریپورت میسازیم. خب من میخوام ریپورت عمومی باشه دیگه. پس من از تیبل ریپورت میسازم که دیتای تمامی اشخاص در اونمو تیبل وجود داره که او عبارت از تیبل چی؟ استودنتس. اگر از تیبل استودنتس ما ریپورت بسازیم تمام فیلدها داخل از تیبل وجود داره شامل ریپورت میشه. پس من فیلدهای من تیبل اضافه میکنم. خب در کجا؟ پس من در بخش تولز در ریپورت دیزاین تولز و بعد اد اگزیستینگ فیلدز کلیک میکنم و بعد من شو آل تیبلز کلیک میکنم باز شد و بعد من بالای علامه مثبتی استودنتس کلیک میکنم تیبل استودنت باز شد. آیدی اضافه میکنم، نیم اضافه میکنم، کورس اضافه میکنم، تایم اضافه میکنم، چی فیس، تایم را و اینستراکتور. دیگه فی پی رو کار نداره. تو اگر خواستی میتونی اضافه بکنی مشکل نیست. ولی به شرطی که باز ارزی کالما رو انقدر کوچیک بگیری که از یک ایفور زیاد نشه. چون پرینت میشه دیگه. هر زمان دیتا رو بخوای پرینت بکنی ریپورت پرینت میکنی. نه دیتابیس تیبل پرینت میشه نه فرم پرینت میشه. اونا سایزشون فرق میکنه. باز پرینت کردنش مشکل. ریپورت منظم در یک فرم میسازی همیشه ریپورت پرینت میکنی. خب من فقط همین فیلدار اضافه کردم. پس من اینا تمامش انتخاب میکنم و موقعیتش میگذارم در قسمت بالا. خب اینا رو باز ببین یعنی لیبل ها رو باید در پیچیده‌تر بانیم. چرا در پیچیده‌تر بانیم؟ چون در شروع هر صفحه تکرار شونه. صفحه بعدیم که موریم باید بفهمیم که می کالم نامش چی است یا ایدی است یا نام است. باید تفکیک شه کالم. بنابراین نام کالم ها در شروع تمام صفحات باید باشه. پس ما ایدی را کنترل اس کات میگیرم و بعد میم در پیج هیدر ببین یعنی پیج هیدر است کلام بسازم یک رنگ انتخاب میکنم تفکیک شه. مثلا پیج هیدر من قسم یک رنگ انتخاب کرد. یعنی باز میم اینجا پیست میکنم. ببین لیبل آیدی رو من اومدم در این قسمت پیست کردم. یعنی موقعیتش میگذارم در اینجا باشه. بعد میم استودنت نیم کنترل اس کات میگیرم و کنترل با وی اینجا پیست میکنم. کنترل و بعد موقعیتش میگذارم که در این قسمت باشه. پس میم باکسی کورس هم کنترل ایکس کات میگیرم و بعدش اینجا کنترل با وی پیست میکنم. کنترل وی پیست میکنم و موقعیتش اینجا میگذارم. پس میم لیبل فی را کنترل ایکس کات میگیرم و بعدش میم کنترل با وی اینجا پیست میکنم و بعدش موقعیتش میگذارم در این قسمت باشه. همین قسم باز میم لیبل تایم را کنترل ایکس کات میگیرم و بعدش اینجا کرسر مونده کنترل با وی پیست میکنم و بعد میم موقعیت از زیرم اینجا میگذارم. باز میم اینستراکتور هم سلکت میکنم کنترل ایکس کات میگیرم و بعد اینجا کنترل با وی پیست میکنم. ببین به این شکل مونده. یا تو میتونی تمامش کات بگیر پیست کو باز جا با جا فرق نمیکنه. اینا پس میم اندازه پیچیده رو کوچیک میسازم و بعد فاصله از رو تنظیم میکنم. ببین اینا بالا میبرم و بعدم دیگه لیبل ها رو سلکت میکنم چون خیلی پایین هستن. اینا باید بالا قرار داشته باشه و بعدم با سایز از اینا رو باید بزرگ بکنم دیگه. پس میم تایم طرف راست میارم و عرضی کالمشه عرض لیبلش رو بزرگتر میسازم. عرض لیبلش رو بزرگتر میسازم و با همین شکل باز میم اینجا اینستراکتور رو عرض لیبلش رو بزرگ میکنم. باز بعدش میم لیبل فی رو همچنان بزرگ میکنم. باز میم کورس هم بزرگتر میسازم دیده شد و نیم رو اول آیدی رو البته بزرگ میسازم به این اندازه باشه و بعدم باز میم عرضی لیبلی استودنت نیم هم بزرگتر میسازم. یعنی باز میم تکست باکس ها رو جای میگذاریم که لیبل ها قرار داره.
پس ببین این تکست باکس هم اینجا میگذارم و بعدم باز ارزش کوچکتر میسازم و بعدم نیم رم ببین میارم در جایی که لیبلش هستم دمو موقعیت باید در پایین باشه. پس اینجا میگذارم و بعدم باز میم کورسم اینجا میگذارم و بعدم سایزش هم به اندازه لیبلش بزرگ میکنم کورسم اینجا باشه و بعدم باز میم تکست باکس فیره هم در این قسمت میگذارم ببین فیر اینجا میگذارم و بعدم کورس یک اندازه تکست باکس رو کوچکتر میسازیم که فی باز درست دیده شد. پس فیر اینجا میگذارم دیگه باز میم تکست باکس تایم را در این قسمت میگذارم ببین بعد میم اینستراکتور را هم اینجا میگذارم اینستراکتور و دوباره باز میم ارزی فیلد اینستراکتور رو بیشتر میسازم و بعد از اینجا باز میم کوچیک میسازم و بنال پس میم سایزش هم کوچیکتر میسازم بینی اندازه باشه و بعد از این قسمت هم باز میم سایز دیتیل رم کوچیک میسازم. خب یعنی بخش پیچیده است ریپورت هیدر است. اینجا لوگو و عنوانش درج میکنم. پس اول یک لوگو درج میکنم این قسمت ما یک رنگ انتخاب میکنم فیل رو بک راست کلیک میکنم در بک‌گراندش این قسم یک رنگ هم وجود داشته باشه و بر درج لوگو ببین اینجا گزینه داره هیدر فوتر پیج نمبر میتونه قرار بگیره لوگو میتونه تایتل باشه دیت اند تایم باشه و ما اول از لوگو استفاده میکنم ولی لوگو کلیک میکنم حالا هر جا تصویر داشته باشیم باعث لوگو میشه تصویر ما انتخاب بکنیم. خب ما میم فولدر پیکچرز حالا هر چندی لوگو نیست ولی همین تصویر ما سلکت میکنیم ببین به عنوان لوگو دیگه قسمت اضافه میشه یعنی باز میم سایزش میگن تازه بزرگتر میسازیم. دیگه میخوایم تاریخ ساعت هم داشته باشیم اینجا ببین یک لیبل وجود داره دی لیبل نامش میتونیم نوشته بکنیم نوشته میکنم که استودنتس ریپورت باشه کنترل شیفت با علامه بزرگتر شارکتی که در ورد پاورپوینت هم سایز نوشتار بزرگ میکنم اینجا هم سایز نوشتار بزرگ میکنم باز می در فرمتی نوشته در تیپ فرمت رنگ تکست سیاه میگیرم کنترل بی بولد میسازم و بعد ببین لیبل کانون است باز بیا ارزش کوچیک میسازم. اینا در این قسمت میخوام تاریخ ساعت هم داشته باشه چون هر بار که ریپورت پرینت میشه باید معلوم باشه که ریپورت در چه زمان بوده چون دیتابیس تمام ریپورت ها آرشیو میشه یک زمان اگر ریپورت ها رو میکشه باید معلوم باشه که چه زمان بوده. برای ذکر پس میم در ریپورت دیزاین و بعدا چی درج میکنم دیت اند تایم درج میکنم. خب دیت اند تایم با کدام فرمت باشه فرمتش میخوایم به این شکل باشه و بعدا باز هم دیت باشه هم تایم باشه. خب اینکلود تایم هم انتخاب میکنم دیت هم انتخاب کردیم و تا دیت میخوایم فقط عددی باشه بهتره و بعد شوکه پرس میکنم ببین در این قسمت دیت اند تایم هم اینزرت شد و با ماده از فانکشن دیت و تایم استفاده کرد پس این میم موقعیتش اینجا میگذاره ببین هر دوی سلکت میکنم میارم اینجا. خب اینا ببین داخلی لیبل درج شده نی داخلی لیبل اینا اومده پس باید کات بگیریم کنترل اس کات میگیرم و بعد اینجا کلیک میکنم کنترل وی پیست میکنم اینا باز جابجا میشه چون پیشتر که بود داخلی اینا باز بیا سلکت کن و بعدش می اینجا میگذارم و تا سایزش هم باید فیت شه درسته پس اینجا دبل کلیک کن ببین این علامه تغییر اندازه که ما دبل کلیک خود فیت میکنه. خب بر صورت فعلا هم بزرگ است پس ما بیم از اینی قسمت سایزش کوچکتر میسازم و بعد این لیبل هم کنترل اس کات میگیرم بعد اینجا کلیک میکنم کنترل با وی پیست میکنم پیست کردیم باز میم دوباره طرف راست اینجا میگذارم خب اینال با زردوش سلکت میکنم موقعیتش رو بریم بالا. خب این لیبل خالی است دیگه نه دیلیت بزنید و بعد لیبل نام را سایزش بزرگتر میسازیم اینال باز میم دیت اند تایم را طرف راست میاریم که وقتی پرینت بکنیم کامل دیده شود پس اینجا میگذارم و بعد باز میم ارزی تکست باکس ارزی فرم هم کوچیک میسازیم. اینال ببینید یک بار
ریپورت ویو کلیک بکنید یک ریپورت ساخته شد. اینجا لوگو است، اینجا نام است و بعداً باز در پیج هیدر ما نام تکست باکس ها رو ماندیم، در این قسمت آمده و بعد خود تکست باکس ها اینجا آمده. اینا باید خود تکست باکس ها خط نداشته باشه، خطش نباشه، دیگه رنگ از اینا کم واضح تر باشه، سایز از این کوچیک‌تر باشه. باید این تغییرات هم لازمه که بیاره. پس برای این کار می‌ریم دوباره در دیزاین ویو و بعد اول خیلی کوچیک می‌سازیم به این اندازه و بعد دیت اند تایم رو خب کنترل زد میرا مردو لیبلش انتخاب میکنم، میریم فرمت، رنگش رو واضح‌تر می‌سازم، سیاه می‌گیرم. باز بعدش می‌بینی لیبل ها رو انتخاب میکنم، اینا هم باید رنگش تیره‌تر باشه. پس میریم در فرمت و بعد رنگش رو به این اندازه می‌گیرم و بعدش آمدیم کنترل بی بولدم ساختیم. باز بعدش میریم دیتیل کوچیک می‌سازم به این اندازه، دیتیل به این اندازه باشه. باز میریم تکست باکس های دیتیل سلکت میکنم، سلکت کردیم باز میریم فرمت، در فرمتش و بعد میخوایم اینا چوکات نداشته باشه. باز میریم در شیپ اوتلاین میگیم ترانسپرنت شه، این چوکاتش پاک شه و همچنان داخلشان خالی باشه. پس میریم سلکت میکنم و شیپ فیلم چی میگیریم؟ ترانسپرنت. ببین حالا اگر ریپورت ویو بکنیم در ریپورت دیزاین ببین به این شکل ساخته شده، تکست باکس هم چوکاتش پاک شده، هم باز داخلشان رنگ نداره، این منظم به اساس ساخته شده. خب دوباره میریم در ریپورت دیزاین، دیگه کاری که میخوایم انجام بدیم باید پیج نمبر هم داشته باشه و پیج نمبر در آخر کل هر صفحه باید باشه، درسته؟ پس هر چی خواستی در آخر هر صفحه بیایه و حتما در پیج فوتر باید تو بگذاری. ببین از نامش معلومه پیج فوتر اینه پاورقی صفحات. در ریپورت فوتر اگر بانی باز او داخلین صفحه یک بار میایه، 100 صفحه که پشت صفحه 100 میایه، دیگه در هیچ صفحه‌ای نمیایه. پس میم در پیج هیدر شماره صفحات درج میکنیم. از کجا درج میکنیم؟ اینجا خودش گزینش وجود داره، پیج نمبر. در کجا؟ در ریپورت دیزاین. در ریپورت دیزاین که اومدی بالای پیج نمبر کلیک میکنی و پیج نمبر در کجا درج شود؟ تاپ آف پیج، باتم آف پیج. تاپ آف پیج در هیدر درج میشه، باتم آف پیج در فوتر درج میشه و ما میخوایم در فوتر باشه. اینا فرمتش چه قسم باشه؟ پیج ان باشه فقط شماره همون صفحه رو نشان بده، یا نه پیج ان آف ام باشه، بگویه که صفحه پنجم از مجموعه صفحه دهم، یعنی مجموعه صفحات هم بگویه که صفحه چندم از مجموعه چندمین صفحه، چندم صفحه. پس به این شکل باشه. وسط باشه موقعیتش میگیم نه طرف راست باشه. شو پیج نمبر اون فرست پیج، باید صفحه اولم نمبر نشان داده شود، درج شود، میگیم بله. نخواسته میتونه غیر فعال بکنه و بعدش اوکی پرس میکنه. حالا ببین در پیج فوتر چی درج کرده بر اسمو؟ پیج نمبر درج کرده. ببین پیج نمبر اینجا اومده. حالا اگه ویو بکنیم ببین در آخر صفحه بریم پیج نمبر اومده. پیج 1 of 1 گفته ببین. از مجموعه یک صفحه در صفحه اول است. صفحه بعدی مگه ایجاد شود دیتا زیاد بکنیم بازی هم با وجود میاد. و پس میم در ریپورت دیزاین کلیک میکنیم در دیزاین ویو. یعنی در ریپورت فوتر بعضی محاسبات باید داشته باشیم. یعنی در آخرین صفحه ریپورت باید ما تعدادی کسایی که ثبت نام شده باید داشته باشیم. لازم نباشه که کس بگیره حساب بکنه که چند نفر است. باید داخلش حساب شده باشه. مجموع فیس باید حساب بکنیم. اگه نمرات باشه مجموع نمرات، اوسط نمرات، بالاترین نمره، پایینترین نمره. یعنی فانکشن ها رو میخوایم در آخری صفحه کار بکنیم. پس ما اونا رو در ریپورت فوتر کار میکنیم. با استفاده از چی؟ با استفاده از تکست باکس. ببین تکست باکس رسم میکنم. یعنی به این اندازه یک تکست باکس آمدم من رسم کردم. بعدن باز میم روی لیبل تکست باکس دبل کلیک میکنم. لیبلش نوشته میکنم توتال فی باشه، مجموع فیس ها. و بعد باز میم لیبل سلکت میکنم، موقعیتش اینجا میگذارم، اینجا میگذارم. بعدش باز میم باکسی از لیبل انتخاب میکنم و میارم موقعیتش اینجا میگذارم، توتال فی. اینا رو از این کپی میگیرم، کنترل سی کپی، کنترل وی پیست. و پیست که کردم باز میم کپیش طرف راست میگذارم. ببین هم لیبل و تکست باکس سلکت میکنم، بعدش میارم طرف راست. در این قسمت قرار داشته باشه. اینا در داخل باکس توتال فی نوشته میکنم مساوی سم میشه، مساوی سم قوس باز. چرا سم بکنه؟ فیس سم بکنه، فی قوس باز. چون این فیلدها اضافه شده، این فرم وجود داره، در این ریپورت بنابراین میتونه جمع بکنه. این قسمت نمبر اف استودنت باید معلوم شه. پس دبل کلیک میکنم و بعد این تکست پاک میکنم
این تکست نوشته میکنم در باکس نمبرز آف چی باشه؟ استودنت باشه. نمبرز آف استودنت. و بعد باز باکس کوچیک میکنیم دیگه. چرا؟ چون یک عدد قرار میگیره. عدد هم نهایتاً 3 رقمی باشه. پس میم نوشته میکنم مساوی کاونت قوس باز. کاونت قوس باز چی را کاونت بکنه؟ بازم فیس کاونت بکنه یا نام کاونت بکنه بهتره، چون بعضی کسا ممکن فیس پرداخت نکرده باشه. نام کاونت بکنه. پس نام فیل چیه؟ استودنت نیم. یا آیدی کاونت بکنه. آیدی حتما داره کسی. ولی اگر کاونتیف بگذاری حساب میکنه. نوشته که مساوی کاونتیف و بعد بساط شرط بیا کورسور حساب تعدادی هر کورس یک چند نفر شد. خب ما فقط میگم مساوی کاونت بکنه قوس باز آیدی کاونت شد. حتما هر کس آیدی داره تعداد معلوم میشه. یعنی ببین اگر ریپورت ویو بکنم در آخر صفحه ببین توتال ها رو ما داریم. توتال فی 47000 و بعد نمبرز آف استودنت 12. حالا درسته در آخر صفحه اوله چون دیگه صفحه نداریم ما. یعنی صفحات بعدی به وجود بیاید یعنی تکرار میشه چون در پیج فوتر است نه. یعنی توتالات چون در پیج ریپورت فوتر قرار داره فقط داخل صفحه یک بار میای خلاص دیگه در صفحه بازی وجود نداره. خب یعنی توتال باید به اساس دلار باشه دیگه چون فیس هم واحد نداری. درسته اگه خواستی باز میتونی واحد از دلار انتخاب کنی. بیا در دیزاین ویو باکس انتخاب کن. هر تکست باکس از خود فرمت داره اینجا. پس میده فرمتش در و تا پروپرتی شیت باید باز باشه. پروپرتی شیت باز میکنی و بعد در فرمت که اومدی ببین برایش فرمت انتخاب میکنی. پس فرمتش من چی میگیرم؟ کرنسی. فرمتش کرنسی انتخاب کردم. الان ببین اگه ویو کلیک بکنم فواید پولی دلار نشون میده. یا میتونه افغانی نوشته باشه. کرنسی پاک کن اما نامش افغانی نوشته. خب ببینید یک ریپورت ساخته شده فعلا. پس ما یک بار سیو میکنم تا هنوز ذخیره نکردیم. نوشته میکنم که all students report باشه. نامش هم all students report. خب یک بار بسته میکنم. الان میم دیتا را خب ریکاردار زیاد میکنم. پس میم تیبل students ببین خب 100 تا 112 رسیده. ممکن میتونیم که خب اینا ریلیشنشیپ داره دیگه دوپلیکیت نمیتونیم بگیم. خیلی آسان میشد یعنی 101 تا 112 را که یک بار دوپلیکیت میگرفتیم باز ریکارد زیاد میشه. اینا باید دانه بدن درج بکنیم چون ریلیشنشیپ شوان تو وان است دیگه دوپلیکیت ریکارد قبول نمیکنه. آیدی دوپلیکیت اینا تو اگر وقت داشتی باز مثلا 20 نفر دیگه یا اینجا درج کنیم صفحات بعدی هم باز تشکیل میشه. خب الان چطور ریپورت چاپ بکنیم؟ ببین ریپورت ساخته شده به نام آل استودنتس ریپورت. یعنی که باز بکنم ببین ریپورت به این شکل باز میشه. الان میخوایم چاپ بکنیم. خوب دقت کن. برای چاپ کردنش باز ریپورتی که باز کردیم از تب هوم ویوش انتخاب میکنی پرینت پریویو. پرینت پریویو اینا ریپورت سویچ میکنه در پرینت پریویو. خب میبینیم که اگر دمی ورقی که فلان انتخاب است نه چاپ شوه طرف راست خالی میمونه. ببین طرف راست خالی میمونه. خب یک بار چک بکنیم که کدام سایز انتخاب. پس میم سایز باز میکنم. لیتر انتخاب است. من سایز A4 میگیرم. ولی باز A4 کلانه. ریپورت ما کوچیک ساخته شد. دیگه مارجین تنظیم میکنیم. ببین مارجین ناروس ما اگه نرمال بگیرم تا حدی خوب میشه. از بالا یکم زیاد میشه. ولی بازم اگه واید انتخاب بکنیم در وسط قرار میگیره باز خوبتره. اما بیشتر در اکسس نارو استفاده میشه. حاشیه بسیار کم. اینا باز میتونه که خب ما بس میم یک فیلد دیگر اضافه میکنم تا صفحه پر شه. فی پیج اضافه نکردیم. پس برای از کار یک بار کلوز پریویو کلیک میکنم. ریپورت باز میکنم در دیزاین. ببین عرضی فرم ریپورت بزرگ میسازم. یعنی قسمت فیلد ریپ چی اضافه میکنم؟ فی پیج. از کجا؟ بازم اد اگزیستینگ فیلدز. و بعد فی پیج اضافه نکردم. دوباره کلیک اضافه میشه. ببین اینجا میاد. باز اینا لیبلش کنترل ایکس کات میگیرم. اینجا کنترل وی پست میکنی. دیدم پست بکنی در طرف راست پست میشه، طرف چپ. دوباره باز انتخاب میکنیم بیاری اینجا میگذاریم.
باز میم در فرمت رنگش سیاه میگیرم و بعد کنترل بی بولد میسازم. باز میم سمبل چک مارکش انتخاب میکنم. ببین موقعیتش میرم اینجا میگذارم. بعدا باز میم باکس چه دیتیل هم کوچیک میسازم. ببین تکست باکس یا چک مارکش در پایین گذاشتم. حالا ببین یک بار ویو بکنم ریپورت دیزاین. ببین فی پیج هم اضافه شده منظم. کسایی پرداخت کرده باشه تگ مارک میگه، کسایی پرداخت نکرده باشه و تا از ریپورت نمیشه تگ مارک، چون ریپورت برای ایدیت کردن نیست که دیتا رو ایدیت بکنه. یک حالت پروتکت داره، نه دیتا ایدیت میشه نه دیتا انتری میتونه از این طریق ریپورت، فقط میبینی و پرینت میکنی خلاص. مثلا میم در ریپورت پرینت پریویو اینا ببین خوبتر شد نه پیشتر، چون طرف راست زیاد خالی میموند الان کم میموند. خب تاریخ ساعت هم طرف راست باید ببریم، پس کلوز کلیک میکنم و بعدش میم در ریپورت دیزاین ببین اردو لیبلش انتخاب میکنم، اینا رو هم طرف راست میگذارم، کنترل سیو میکنم، اینا رو مستقیم از ویو میم پرینت پریویو ببین حالا روز خوبتر شد، منظم در این قسمت بس شاپ میشه. خب سایز انتخاب کردیم A4 دیگه، مارجین نورو اگه پرینت دیتا اونلی انتخاب بکنیم باز دیزاین ها پرینت نمیشه، فقط چی پرینت میشه؟ دیتا، تکست ها پرینت میشه و لوگو هر محتوا فقط پرینت میشه. لندسکیپ افقی برید پرینت میکنه ببین در ورق افقی باز دیگه خیلی صفحه خالی میمونه، صفحه افقی باشه. پورتریت به شکل عمودی دیگه. کالم اگر خواستی خب کالم کاربرد نداره دیگه. حالا ببین اگه من تعداد کالم ها رو 2 بگذارم کلا ترتیب به هم میخوره. ببین نسبی دیتا در می صفحه نسبی دیگه دیتا رو ببین حتی نشان نمیده کدام صفحه. پس کالم کار نیست دیگه. پس می کالم و بعد دوباره تعداد کالم 1 میگیریم و بعدش اوکی دوباره دیتا کامل دمی صفحه نشان میده دیگه. پیج ست اپ بازم میتونی که صفحه تنظیم بکنی، حاشیه از 4 طرف به چی اندازه باشه، مارجین تنظیم کن. فعلا ما رو انتخاب کرد پرینت دیتا اونلی، فقط دیتا پرینت میشه دیگه. پیج A4 انتخاب است، عمودی انتخاب است و بعدش اوکی پرس میکنه. همه چی تنظیم صفحه حاشیه اینا تنظیمه، مشکلی وجود نداره. خب تو پیج اگه انتخاب بکنیم به 2 صفحه نشان میده، در صورتی که صفحه دوم تشکیل شده باشه. حالا فقط 1 صفحه داریم اونم 1 صفحه نشان میده. شما دیتا زیاد درج بکنید حداقل 2 صفحه به وجود بیاد تو پیج 2 صفحه، مثل زومی که در ورد خوانده بودیم نه. حتی ببین تا 12 صفحه 12 پیج تا 12 صفحه هم اگر ریپورت اون قدر کلان باشه، مثلا 24 صفحه باشه 12 صفحه ولی نشان میده. پس وان پیج به اندازه 1 صفحه نشان میده. یا مثلا زوم که اومدی باز خودت انتخاب میکنی چقدر زوم بکنه، میگم به اندازه 100% باشه. ببین 100% با زوم بشه. خب اینا اگر میخوای پرینت بکنی اینجا آپشن پرینت است، سایز تمام موضوعات انتخاب کردی و بعد فقط کافی است روی پرینت کلیک بکنی. این قسمی که میبینیم به اون شکل پرینت میشه. اول پرینتر انتخاب میکنی، کدام پرینتر باشه، هر پرینتر که اینستال کرده باشی. دیگه می پیج سه نوشته میکنی، اگر صفحات زیاد باشه دیگه فعلا 1 صفحه داریم دیگه. باز کپی کار داشته کپی رو میگذاریم، مثلا 3 گذاشت از هر صفحه 3 تا کپی هم برای پرینت میکنیم. 1 صفحه داریم از همون 1 کپی 3 تا چاپ میکنه، ولی ما 1 میگذاریم 1 بار چاپ میکنه. اینا پرینتر اگه باشه اوکی بکنیم باز بر از ما پرینت هم میشه. دیگه میتونیم اکسپورت بکنیم. اگه پرینت نکردیم در فایل اکسل در فایل پی دی اف میشه که اکسپورت بکنیم. پس من بالا اکسل کلیک میکنم ببین ریپورت در فایل اکسل اکسپورت میشه. براوز در کجا اکسپورت شده؟ ما میگم در صفحه دسکتاپ باشه و بعد اول استودنت ریپورت میگم سیو و بعدش اوکی. ببین اکسپورت میشه در اکسل. اینا ببین اگه بریم صفحه دسکتاپ ببینیم ببین فایل اکسل اومده اول استودنت ریپورت. اینا باز میشه میتونی محاسبهش در اکسل انجام بدی. البته رنگش ببین بسیار کم رنگ میاد. ولی توی کاری که انجام میدی اول همون محدوده رو سلکت کن، رنگش تاریک تر بگی. اینا باز تبدیل کن به تیبل محاسبه کن. چون در اکسس به اندازه‌ای که در اکسل میتونی محاسبه بکنی، تجزیه و تحلیل بکنی. اکسس نمیشه که اکسس برنامه است برای ذخیره سازی دیتا، ولی اکسل برنامه محاسباتیه میتونی کار انجام بدی. یا میخوای پی دی اف بسازی، پی دی اف فور اسپیس انتخاب بکنی. باز در صفحه دسکتاپ ببین از ریپورت یک فایل پی دی اف ساخته میشه. ببین کلوز کلیک بکنم حتی بازم شده. ریپورت آمدیم تبدیل کردیم به پی دی اف که کسی دیتا هم نتونه و بتونه پرینت بکنه.
یا اینترنت اگه داره میتونی ایمیل بکنی، بالا ایمیل کلیک کن، باز ایمیل میکنی، با کدام فرمت ایمیل میکنی انتخاب میکنی، فرمتش هم میگم پی دی اف باشه، اوکی پرس میکنی. این حال اوتلوک باید داشته باشی، ایمیل آدرس داخل اوتلوک باز باشه که بعد از اکسس اوتلوک باز درسش میخونیم. اول اوتلوک باز میشه، باز از داخل اوتلوک یعنی ریپورت باز میتونیم با یک ایمیل آدرس یک کسی روان کنیم. خب نخواستی بالای کلوز کلیک میکنیم و بعد ریپورت باز پریویش بسته میشه و خودش هم از این قسمت میتونه بسته بکنه. ببین all students report، اینا هر ریکاردی که اضافه بکنی اتوماتیک اینجا اضافه میشه. فعلا ببین 12 نفره، ولی من میم تیبل all students رو باز میکنم، یا ما دیتا انتری فرم داریم نه، از این طریق انتری میکنم. پس میم دیتا انتری فرم باز میکنم. ببین لاست ریکارد، آخرین ریکارد چند است؟ 112 است نه؟ پس من بالای نیو ریکارد کلیک میکنم، 113 نامش نوشته میکنم، نامش میگم که 113 غفور باشه و بعدا کورس نوشته میکنم دی آی تی، باز فیس نوشته میکنم، باز تایم نوشته میکنم و بعد اینستراکتور نیم نوشته میکنم و بعد ما سیو داریم دیگه، درسته؟ پس من بالای سیو ریکارد کلیک میکنم، میره کلوز میکنم. حالا ببین اینجا تونس نامد چون ریپورت باز بوده، یک بار ریفرش کلیک ببین غفورم اضافه میشه. این حال ماهوار یا هر هفته تو اینو میره پرینت میکنی دیگه، چیزی کار نداره. این فور ساختیم فیکس منظم، میتونی برای پرینت از ریپورت استفاده بکنی. یا میگه ریپورت ارسال کن در پی دی اف اکسل، هم ریپورت میتونی اکسپورت بکنی باز ارسال بکنی. این بود درس جلسه امروز، ساختن ریپورت خواندیم. دیگه ادامه ابجکت ها رو جلسه بعدی باز کنیم.